آراسته کرده است. پدران عزیز، خواه حاجی باشی، خواه 5 بارم حج رفته باشی، اگر کیلم تا یا دختر تا در رستوران توی کردی، بدان که ترا حاجی الله نمیگوید، ترا همچون دیوس میشناسد، ترا پیغمبر خدا دیوس میگوید، ترا حاضرم مسلمان کامل نشدی. حاضرم وقت است که توبه بکنی که زن بگیری یا دختر شوهر بودی یا کیلم بگیری، باید اسلام رعایت بکنی. اگر اسلام رعایت نکردی، ترا هم خدا بنده نمیگیرد، هم پیغمبر خدا ترا اومد نمیگیرد. هم دیاران عزیز، بنابراین الیاس خداوند جل وعلا برای ما و شما میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم بها توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. حضرت خداوند برای همه بندگانش اعلان می سازد: ای بندگان من، شما بدانید که کدام شما مسلمان است، کدام شما ایمان کامل دارد، کدام شما منافق است، کدام زن مسلمان است، کدام زن از اسلام بیرون است. الله در این آیت بیان می سازد. الله می گوید بندگان مخلص من کسانی هستند که ان الذين قالوا ربنا الله، هر آینه بندگان الله، مخلصان الله کسانی هستند که میگویند ربنا الله، رب من الله است، مربی من الله است، اللهی که مرا چشم داد، اللهی که مرا گوش داد، اللهی که مرا زن داد، اللهی که مرا مسلمان آفرید، اللهی که مرا پیغمبر داد، اللهی که بهترین پیغمبر نصیب من کرد. بعد از این چی میگوید؟ ثم استقاموا، در راه شریعت مستقیم شد، دست به گناه نزد، عرق ننوشید، زنا نکرد، در حالت زنگیری زن شفت نپوشان، برای 300-400 کس در رستوران دعوت نکرد، خط ننویس که برادر بیا در رستوران بدن زنی مرا تماشا بکن، التماس فیگور زنی مرا تماشا بکن. این کار نکرد. با در مکتوباش بنویسد، شعر قدیمی نویسد که بیا در فلان رستوران من ترا منتظر هستم، تو زنی مرا تماشا بکن، تو دختری مرا تماشا بکن. روز یا تواری مسلمان، تو مسلمان هستی، تو دیوس هستی، صدق اسلام شوی. الله چی میگه؟ بندگان من کسانی است که ثم استقاموا، اول یگانگی مرا قبول کردن، بعد از وی گفتن که خداوندا ما دست به گناه نمیزنیم، تو عرق حرام کردی ما عرق حرام میگیم، به حیایی را حرام کردی به حیایی را حرام میکنیم، زنا را حرام گفتی زنا را حرام میگیم. این را بنده خدا میگه. قومای عزیز، الله تبارک و تعالی چی میگه؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق ما یشاء. الله برای مردم منافق، برای آدمی بیدین، برای آدمی بی حیا، برای آدمی بی ناموس دنیا را زینت داده است. برای مرد کافر دنیا را زینت داده است. برای مرد بی ناموس دنیا را زینت داده است. در یک مدتی کوتاه این لذت دنیا از دست می رود. روزی می شود که مرگ آمده چنگالش می گیرد، از کارهای کردگی پشیمان می شود، از این پولهایی که در راه حرام کزینا صرف کرد، از این تویهای بیمانش جواب میگوید. الله میگه بندگان من دنیا را برای مردمی بیدین منافق زینت میتم، بنده ها را بعضش میسنجم، بای میگردانم، پول نداشت مرسدسش میتم، دلارش میتم. میبینی که از دنیا اینقدر که باشید دیگه مسجد نمی رود، نماز نمی خواند، خالش پیسن نمی کند. وقتی که یک دردش دادم با میبینی که توبه کردم با روزی که شود او را صحتی بودم با متکبر می شود. ای بندت سخت بیوفایی، از کبر بسوی ما نآیی، گر دردی هم به جان زارت زاری بکنی دویده آیی، آنگه که به تو شفا ببخشم آسوده شوی دیگر نآیی. بنابراین قومای عزیز، مسلمان کی است؟ مسلمان کسی است که 5 وقت نماز میخواند. الله چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله فمن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. ای بندگان مسلمان،
شما را دنیا فریب ندهد، شما را تجارت فریب ندهد، دخترات فریب ندهد، زنهات فریب ندهد. اگر از کفای تجارت سرگردان شوی، مسجد نروی، نماز نخوانی، مسلمانان را پیسند نکردی، تو را بدان که در روز قیامت جا دوزخ می شود. این نعمتی که الله برای تو داده است پگه در پیشگاه خداوند جواب میگویی. الله چی میگه در آیتی که در پیشتر سوره فرقان است؟ والله علم میگه که من دنیا را برای کافرها زینا دادم، حالا که والذین اتقوا، حالا که بندگانی که از خدا میترسند زنهاشون رو با حجاب میکنن، دختراشون رو با ستر میکنن. قومای عزیز، ما برای شما اعلان میکنم فتوای حنفی مذهب، هر کسی دخترش نیچ است، ستر ندارد، یا اینکه زنش پیشی برش میتاود، این دیوس است، نماز الله قبول نمیسازد. اگر امام شود نماز تا سر بخوان، امامتی را حق ندارد. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، هر کسی که زنش ستر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومال خلقی براید، پیشی برش اگر محکم نباشد، دیوس است. الله دیوس دوست نمی دارد، پیغمبر دیوس دوست نمی دارد. ثلاثه قد حرم الله علیهم الجنه، مدمن الخمر والعاقل والدی والدیوس و هو الذی یقر سوء فی اهله. سه گروه مردم از جنت محروم هستند، یکش عاق پدر و مادر، دویمش عرق نوش، سومش کسی که انمی زنش ستر ندارد، حجاب ندارد، مردی بیگانه قدی رقص و بازی میکند، خودش بیناموز از دور نظر میکند، زنش با مردی بیگانه رقص و بازی میکند. الله چی میگه؟ این بندگان مسلمانی که در دنیا کم بغل هم باشند، اینها را در روز قیامت آبروشان را بلند میسازم. لکن کسی که سوم دارد، دلار دارد، مکسیمه دارد، مرسدس دارد، نماز نمیخواند، جاش دوزخ است. برای چی دوزخ است؟ الله میگوید ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و كنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعین. الله میگوید در روز قیامت بنده ها را همه را زنده میگرداند و یک و یکی ما و شما را میپرسد ای بنده من، در بابای خانه محمد رسول پسرش ازدواج میکرد، در همونجا حضور داشتی، آش خوردی، برای نفسی پلیدد، یک روز چند جا قرولتای ده معرکه میشد، برای آش رفته میتونستی، چرا مسجد نمیایی؟ چرا فرزند مسجد نبردی؟ چرا زنت با حجاب نکردی؟ چرا دخترت با حجاب نکردی؟ آیا چنین حیوان، چنین میمون ناموس نداشتی؟ جواب میگویی کسانی که در خانه بابای حاج محمد رسول نشستن خوردن، بعد از همین شنیدنی موعظه ها سخنای الله که پن نگرفت، زنش با ستر نکرد، دخترش با حجاب نکرد، رفتهای به مسجد نکرد، مسلمانان را دوستی نداشتند، الله در روز قیامت میپرسد، جنتی ها را اجازت میکرد بپرسید که اینا چرا در دوزخ میسوزند؟ جنتی ها سوال میکردند دوزخی ها را ما سلککم فی سقر، ای برادر در خانه بابای حاجی محمد رسول نشسته بودیم، یک جا آش میخوردیم، امروز چرا تو در دوزخ میسوزی؟ این چی جواب میگه؟ لم نکن من المصلین، من نماز نمیخواندم، زنم حجاب نداشت، ستر نداشت، دخترم به حیا بود، در رستوران توی کردم، من نام مسلمان بود، خلاص دیگه خودم چیزی نداشتم. قومای عزیز، فرق میان مسلمان و کافر نماز است. نماز که خواندی، 5 وقت نماز مسجد رفتی، بدان که مسلمانی کامل هستی. اگر رفتهای مسجد نکردی، اگر عرق نوشا را خانت آوردی، به نمازا را خانت آوردی، روزی می شود که خیانتت میکند، هم در خاندانت، هم در زندگیت، هم در پلت، هم در دخترت، هم در زنت، روزی می شود خیانت میکند. چرا که به نماز وقتی که سخن الله را که قبول نکرد، پابند امر حق شنی، از وفا ملاف، با خالق چی کردی؟ با خلقی چی کنی؟ این به نمازی که نماز نمیخواند، امر الله را قبول ندارد، متکبر شده است، الله متکبر را بد میبیند. این بدبخت خانه چرا میاری؟ این که از خدا که نترسد، چرا ای باید دوست میشی؟ المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. مسلمان در روز قیامت با شریکش میخیزد، با دوستش میخیزد. اگر به نماز دوست داشتید، با همراه به نماز میخیزی. عرق نوش دوست داشتی، با همراه عرق نوش میخیزی. نمازخوان دوست داشتی، با همراه نمازخوان میخیزی. از همین لحاظ خداوند جل و علا جنتی ها میگه که از جنتی ها حکایت میکند ما سلککم فی سقر، ای کسی که در دوزخ میسوزی، در دنیا چی کارا بودی؟ من میخوردم، می نوشیدم، مرا الله چشم داد، گوش داد، پای روان داد،
میخوردم در یک بار 4-5 مرکه، لکن نماز نمیخواندم. از خوک از ما بالاتر دست نفهمیدم که خوک از ما بالاتر قدر داشته است. خوک هر روز یک بار تسبیح میگفت است که خداوندا مرا خوک کردی و به نماز نکردی، لکن ما به نماز بودم. از همین لحاظ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جواب میگفتن که ما نماز نمیخواندیم، ما نعمت الله را استفاده میبردیم، ما را الله تن جان صحت داده بود و کنا نخوض مع الخائضین. ما رفیقانی بد داشتیم، رفیقانی داشتیم که ما را به سوی رستوران میبرد، به سوی گناه کردن میبرد. قوم عزیز در تفسیر روح المعانی در سوره والعصر میگوید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله میگوید همه بندگان در زیانکار هستند. دنیا فریبش میدهد، فرزند فریبش میدهد، زن فریبش میدهد. امروز ما و شما یک توی که بکنیم برای دخترمانو کسل کردن تا بردنشم بازار با بازار میگردیم، دیوان 1,500 دیوان 1000 سال یعنی دلاره فلان گوشپاری تیلا. فراموش کردیم که دختر جان نماز بخوان، دختر جان با حجاب باش. حتی در قوم ما و شما که در قرولتای است 3 بار حج رفت، 4 بار حج رفت، 1 بار از حج ناورد، 1 حجاب ناورد برای دخترش، 1 حجاب برای دخترش ناورد. 5 بار حج رفت است، با میبینی زنش در کوچه بی ستر، میبینی دخترش در کوچه بی ستر. جان تمس کنه خانت بسوزه توار حاجره. تو چرا حج برای دخترت حجاب نمیاری؟ تو چرا برای زنت حجاب نمیاری؟ تسبیح خطایی بسیار میاری تقسیم میکنی و تسبیح کم از سرت مانه. تو چرا برای زنت حجاب نمیاری؟ برای دخترت چرا حجاب نمیاری؟ جوانان عزیز، الله تبارک و تعالی بنده با غیرت دوست می‌دارد.